اونا باید بخن اینا نباید بخن یعنی تظاهرات اونا اومده رو من بودم اونجا نه میخوام جاتون عوض کنم نه بدتر میشه نه جاتون نگرم اسم اگه نگرم بودیم خیلی ممنون خدا خیلی سوال میکنم واقعا فرامون چطور آره نه ببینیم مدرکش الان تو دیروز همین آقای احمدی‌نژاد گفتش که ما یه دونه نماینده کاندیداها شکایتی نداشته چرا اینو شورای نگهبان اعلام کرد 2 تا کاندیداها شکایت کردن نه آقای مرتضی نه نماینده کاندیداها سر صندوق نه چرا قضیه اینه ببینید اینا همه ناظرین رو بیرون کردن سر شماره 14 سر تجمیع آراد اینا از 18 خرداد در هیئت‌های اجرایی می‌بودن راستون ندادن جنس تمام مراحلی که قانون گفته ناظرین بعد حضور داشته باشن راشون ندادن دوم خود کارت ناظرین رو بخش عمده‌شون ندادن همه رو اعلام کردن سر صندوق‌ها بیاین بگیرین اینا همه خلافه بعد مثلا من ایشونو معرفی کردم برای این صندوق فرستادنش اونور شهر چون اسم آدم‌ها رو صندوقات کلی سیستم رو به هم ریختن به خاطر اینکه افراد تا فکر دادگاه پیدا کنن کجا باید برن بعد پیامک‌ها قطع شد ناظرین تمام برنامه‌ریزیشون رو روی پیامک‌ها بود یعنی کلی نشسته بودن سیستم داده بودن اینا که هر کدوم یک کد داده بودن از طریق این با هم ارتباط برقرار کنن اصلا رابطه بین ناظرین قطع شد این خلافایی که مال رو ناظرین بود بعد الان صندوق‌ها پر احمدی‌نژاد یعنی اگه برن بازشماری کنن چیزی دیگه کسی نمیاد تو اینا پر کردن یعنی سندسازیشون کامله مسئله بعدی تعرفه‌ها تعرف نبود یعنی از ساعت 12 ظهر به بعد بسیار از شهرستان‌ها تعرف تقسیم کردن بعد تعرف هم نمی‌رسوندن یکی دو تا مثلا تعرف رسوندن دیگه نرسوندن بعد 10 شب به بعد اعلام مجلس تلویزیون اعلام کرد که گفتیم تا آخرین نفر رای بگیرن کسی نمونه 10 شب تمام صندوق‌ها بسته شد تا بعد جام نوسفر مردم صفای طولانی پشت در آوردن بعد سایت‌های خبری رو بستن پیامک‌ها قطع شد ستادهای اطلاع رسانی ستادا رو مختل کردن سیستماشون رو و اگر تقلب نبوده بس کارو بچه شده چرا این کارا رو کردن اینا همه خودش پایه انتخابات مخدوشه الان چون پایه انتخابات مخدوشه اینا نمیدن بریم با شماری کنی رأی‌ها رو تو صندوق‌ها درسته یعنی اینا هر چی رأی داشتن ببینید 57 میلیون تعرفه کار شد یعنی 17 میلیون بیشتر از جمعیت رأی دهنده اینا کجاست اینا رو پر کردن مثلا صندوق‌ها کامله همون آرایی که اعلام می‌کنن توش هست اینا اصلا دنبال بازشماری آرا نیستن ناظرین اشارات و گزارش ندارن چون دیروز می‌کردن صورت جلسه‌ای که بعد امضا می‌شد بعد از شماره 4 اصلا همونا هم که بودن سر صندوق‌ها شماره 4 بعد از امضا نشده سندی اصلا اینا نداده که بتونه بر اساس سند آقای کدو آفرین همه تخلف داره یکی به طرف خانمونه با اونا کنیم که خامنه‌ای احمدی‌نژاد رو میخوام خامنه‌ای تو این همین دوره این همه دوره که رهبر بوده تنها دوره که رهبر الانه تو نخواد اون احمدی‌نژاد رو میخواد احمدی‌نژاد با پشتیبانی اون میخواد آش بستگی داره به این دوره این اصلا نیست پاینده این دوره هم تمام شه دوره قبل آقا خودش نمایی شیفت و هاشم نمیشه هم چیزی رو گفت آقا چی شده الان چرا این اختلافات چی میزد نه ببینین آقا حالا اون حرف رو زد ولی شما تاریخ رو نگاه کنید تاریخ رو که نگاه بکنید آقا در زمانی که رئیس جمهور بود نخست وزیرش میرحسین تحمیدی بود آقای خمینی گفت باشه زمانی که بابا رئیس جمهور شد باز رئیس جمهور با آقا نبود خاتمی که رئیس جمهور شد باز اون نبود تنها دوره که رهبر واقعی الان این یکی دوم کسانی که از آقا حمایت میکنن و سیزا و پاسدارا و انصار حزب الله و ستوئی مایا هستن که اونا منافع تو زمین کارای احمدی‌نژاده بنابراین آقا باید منافع اون سیزا رو حفظ کنه اگر نکنه نگرش نمیدارن در واقع آقا داره به خاطر خودش این کارو میکنه سوم یعنی منافع که نگاه بکنید آقا افکارش همین داشته باشید همین داشته که کشورهای جهان سوم همیشه از دکتر دقیقه مثلا آدم این مردم خودمونم مقصرن رعیا رو ببینید یه آدم یه جریان یه فکر ادامه پیدا نمیتونه بتونه بسازه بره ما یه دموکراسی نیمبندی داریم همین دموکراسی رعیای مردم گاهی دست حساس میشه مثلا یه دوره من میشم نفر اول تهران یه دوره اصلا رأی نمیاره خب یعنی چی یعنی آدم‌ها ما میدونید چه تاریخ ما میگه مشکل داره ما قهرمان ساز و اسطوره کشی آدمام رو میبریم اون بالا بعد بالا پرتشون می‌کنیم اصلا کی می‌خواد بسازه کی می‌خواد بسازه ما مشکل روانشناسی جامعه خودمون هم هست یعنی اگر ما سیستم داشتیم ثبات داشتیم
این دموکراسی معنی واقعی پیدا می‌کرد اینطور نمی‌شد. من آقای اقبالی رو یه خط می‌گرفتیم ادامه می‌داد. دوره قبل آقای هاشمی آقای اقبالی